وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نه الله تعالی اجرتون یا برادر برای انتظار شدنتون. منم دیر شد لیکن گفتم برای که ایشه با مردم به مثلا به ایفی نمانیم شاید که منتظر میشه برای همین گفتم دیرم باشد انشاءالله برایم چی کنیم صحبت. اینجا درباره یه حدیثی از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره خواهیم کرد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب حدیثی که امشب در اطرافش صحبت میکنیم حدیثی ابو هریره هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که ان العبد اذا اخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت وإن عاد زاد فيها حتى تغلق قلبه فهو الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. خب این حدیث را امام ترمذی روایت میکنن برادرها. معنای حدیث این است که پیامبر علیه السلام میگن که اگر بنده یک خطا کند خطاگی یعنی اینجا در نظر داره گناه را. بنده وقتی یک گناه کند در قلبش یه نقطه سیاه گذاشته میشه گفتند در دلش یه نقطه میشود یعنی هر بار خطا کرد یه نقطه گذاشته میشود. میگه اگر وای انسان از گناه خودش باز داشت دیگر به اون گناه دست نزد و استغفار گفت و توبه کرد و دل میگه سایقل داده میشود تازه کرده میشود و اون نقطه سیاهی که در دل گذاشته شده بود اون نابود میشود. و این عاد زاد فیها اگر یک انسان بازگردد به گناه کردن همون نقطه میگه زیاد شدن میگیرد تا اینکه تمام دل را پیچانده گیرد. خیلی که در آیتی سوره مطففین آمده است کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون یعنی که همون عملهای بدی که اینها میکردند دل آنها را پیچانده گرفت یعنی که مثل زنگ شد دل را زنگار کرد که اون دل دیگر طاقت قبول آیات طاقت قبول حدیث توبه استغفار را ندارد. یعنی که این حدیث دوستان عزیز برای ما تأثیر گناه به انسان رو در اطرافش صحبت میکنه یعنی که تا چی درجه گناه دل انسان تأثیر منفی میرساند و دل انسان تاریک میکند و بیان یک نمود گویم که دارویی که دل انسان از زنگار شدن نگه میدارد. یکی این ترک گناه دویمش این توبه است همون گناه ها یعنی که استغفار کردن از همون گناه ها. خب اینجا حدیث گفت که اذا ان العبد اذا اخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء یعنی که وقتی بنده خطا کرد گناه کرد در دلش یک نکته سیاهی گذاشته می شود. خب معنیش این است که همون نکته که در دل بنده گذاشته می شود یکتا تکرار کرد بگذاشته می شود تکرار کرد باز گذاشته می شود باز سیم بار یا چهارم بار یا پنجم بار. خب یعنی که این نکته گذاشته شدن یا نشدنش به فعل و به کار انسان توقف دارد.
یعنی اینه، یعنی که انسان تو چی درجه درک میکند و دست میکشد به همون گویم که تعلق داره برادران. چون که حدیث گفت که فإن هو نزع و استغفر، اگر از وی دست کشید و استغفار گفت سقلت، یعنی که وقتی که از گناه دست کشید و به خدا استغفار کرد و توبه کرد، خب یعنی که اگر بینیم اینجا طبیعت ضعف و ناتوانی انسان رو بیان کرده است که انسان گاه خطا میکند، لیکن گاه خطاگی خودشه بزودی درک میکند، یعنی که خطاگیش رو بعد وقتی که درک کرد استغفار میکند. وقتی استغفار کرد دلش سیقل داده میشود، پاک کرده میشود از اون زنگ هایی که دلش رو پیچونده میگیرد. بنابراین و گویا که حدیث میگه که درست از انسان ضعیف است، حتما ضعیفی میکند در مقابل خواهشات نفسای خودش، در مقابل وسوسه شیطان. بنابراین من انسان رو میگم مغفرت، انسان با توبه کردن و استغفار پرسیدن دعوت میکنم، میگه الله تعالی، تو اینکه دلش رو همین اثر گناه پیچونده نگیرد. خب یعنی که بنده بسیار حاجت دارد در خبر این چیز، به می استغفار و توبه الله تعالی، چون که شبم روزم گناه میکند، شبم گناه میکند بنده. خب شاید که گناهاش تکرار به تکرار هم بشود. خب برای هم میگه قرآن هم ذکری توبه و ذکری استغفار بارها و مکررن تکرار میشود و ترغیب به همین چیز هم تکرار میشود برادر عزیز. خب بنابراین پیامبر در حدیث شما گفتن که کل ابن آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون، همه فرزند آدم احتمال خطا کردنش و کارهای خطا کردنش است و بهترین خطاکارا این توبه‌کارا هستند. یعنی بهترین خطاکار معنی این است که یعنی خطاکاری کاری خوب است نیست. اینجا بهترین خطاکار همون خطاکاری که در و به تیزی درک میکنه که کاری خطا کرده ایستاده است و بعد اون که درک کرد چه میکند؟ توبه میکند و به سوی خدای خودش باز میگردد. یعنی که گویی که حدیث میگه که ای بنده ایمان، که در معنای حدیث نیست که ای بنده ایمان یا که ای امتی من، تقدیرا انسان خواه به گناه میرود، خواه به گناه دست دادنش ممکن است. خب این یعنی که چیزی که در تقدیر نوشته شده است و وقتی که به گناه داده شدی حتما میگه تیز به توبه باز بیار، بازگرد به سوی خودت با همین چیز بازگرد، تا اینکه الله تعالی تو رو چی از همون تأثیری همون گناه نگه داره. چون که اگر توبه نکردی در دلت همون یک زنگ پیدا میشود، وای زنگ دیگر که کلام میشد نقطه تمام دلت رو احاطه میکنه که در این حالت دیگر از خدا غافل میشوی و از خدا بیخبر میشوی. میگه معنای سقل قلبه برادران کلمه سایقل از تاجیک ما این استفاده بریم کلمه سایقل رو، یعنی که پاک کرده میشه، صاف کرده میشه دل انسان از تاثیر همین زنگ. یعنی گویا که توبه چی بوده است؟ یک آلتی سایقل دهنده دل انسان است که چرکینی و بیزیبی های دل رو و سیاهی دل رو توسط توبه انسان میشوید. بعد در دوامش بینیم برادرو حدیث میگه که و این عاد زید فیها، یعنی که وقت انسان بازگشت به گناه، یعنی توبه نکرد و باز گناه کرد، توبه نکرد و باز گناه کرد، توبه نکرد و باز گناه کرد، در این حالت میگه که دلش رو همون زنگار، همون زنگ دل او رو پیچونده میگیرد و همون رانه هست که در قرآن آمده است، همون زنگی هست که در قرآن آمده است. یعنی که اشاره میکنه به همون آیت از آیات های سوره مطففین که میگه که خدای تعالی بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون، اینکه وقتی درباره تکذیب کننده های و دروغ پندارنده های شریعت اطرافش صحبت میکند، آیت میگه که بلکه دل اونها رو میگه زنگ پیچونده گرفته است. اون عمل های بدی که میکردن سبب شد که دلاشون چی شود؟ زنگار شود، زنگالود شود، دلاشون چرکین شود. گفت الله تعالی یعنی این آیت ما رو از تکرار کردن گناه ها، روی آوردن به گناه ها ما رو
دور می‌داراند، یعنی که حذر میکند که به همین گناه بنده من به گناه داده نشو، چون که داده که شدی دل از زنگار میشود. وقتی که دل زنگار شد انسان دیگر چی میشود؟ از جمله بنده های غافل خدا میشد، نعوذ بالله. خب نور دل یعنی که خاموش کرده میشود برادر. بنابراین مفسرها، یکی از بزرگترین مفسرها قرطبی میگه که هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب، یعنی میگه که این گناه بالای گناه میشود تا اینکه میگه دل انسان سیاه میشود از بسیار گناه را کردنش. خب دوستان گرامی، دیروز مثلا یک چند آیات رو گذاشتیم در اطرافش، مثلا صحبت کردیم که چگونه آیات ها حیات انسان چی تغییر میدهد. خب یکی دیگر از آیاتی که انسان حیاتش تغییر میدهد این آیاتی است که در سوره قاف آمده است، میگه که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، یعنی انسان تلفظ نمیکند کلمه را مگر اینکه رقیب و عتید شاهد و گواهی هر یک صحبتایی که انسان میکند هست. یعنی معنیش این که فرشته ها نه تنها می نویسند اون چی که ما مثلا شفاهن تلفظ میکنیم، خب بلکه مثلا هر چی که ما مثلا حالا می نویسیم، حالا در مثلا شبکه های اینترنتی، مثلا در این وسایلی چی شبکه ها، وقتی که ما چیزی رو می نویسیم اونها حتما از اون اطلاع دارن. یعنی که یک کلمه نیکی که می نویسی ثواب چی است؟ صحیفه تو رو پر از حسنات کردن است. یک کلمه بدی که تو می نویسی ثواب صحیفه خود را به صحیفه خبیثه تبدیل دادن است. یعنی که خلاصه چی است؟ هر چی که برادر در اونجا می نویسی، هر چی لایکی که میگذاری در اونجا، تو با اون با خدای خودت خواهی روبرو خواهی شد. یعنی که بنابراین باید که انسان خیلی خوب فکر کنه پیشتون که در یکون چیز لایک گذاره. بعضی مثلا همین شوخی های بی معنای هست، شوخی های مسخره بازی، بعضی شوخی های هست که اونجا نه تنها مثلا شوخی عادی بلکه شوخی که نسبت به دین میشود، شوخی نسبت به روزه میشود، شوخی نسبت به بعضی آیات قرآن بکنه. بعضی جاهلا مثلا انسان اگر همین چیزا رو مقطع ها رو همین پارچه ها رو نشر کند، همین پارچه ها رو لایک کنه، یعنی که برای وقت خیلی پر روز قیامت دردسری ایجاد خواهد کرد این چیزها. بنابراین باید انسان مسلمان خیلی زیرک باشه، ذهنش در جایش باشه وقتی که لایک میموند بالا یکون چیز. یعنی که معنی این گپی من چی گفتم؟ هر یک لایک میمونی برای تو یا صدقه جاریه میشود یا اینکه سیئه جاریه میشود. صدقه جاریه یعنی که کاری نیک است، سیئه اینه کاری بد است. یعنی انسان یا سیئه جاریه برای بعد خودش میگذارد یا اینکه چون که دیگه کار کرده نمیشه. وقتی که تو لایک موندی و از دنیا که رفتی دیگه همین نامه اعمالت از ما شب‌های اولا برو چند اشاره کردیم که همین کارهایی که میکنیم هم دفتر زندگی ما، کتاب زندگی ما خود ما به دست خودمون می‌نویسیم. اون هر چی میکنیم اونجا خودمون می‌نویسیم، با الله تعالی روبرو میشیم. بنابراین دوستان همین چیزا خیلی باید احتیاط کنیم. یا اینکه رقاصا هستند یا اینکه بعضی موسیقی‌ها هستند که بعضی انسان‌ها مثلا از خدا نترسیده مثلا زیر اون لایک میمونند. خب لایک موندی، مثلا تو لایک موندی، از لایک تو باز هر کسی که با از قفای وای لایک مونه در این گناه شریک میشه. یعنی تو نه تنها مثلا خودت گناه کردی بلکه دیگران رو به گناه دعوت کردی. یعنی خطر این در همین جا است برادر. خطر مثلا چه خیلی که اگر تو در یک مثلا پارچه نواری که در اونجا سخنی خوب است، در اونجا معنویات هست، در اونجا انسان که بالا میبرد، اگر کسی همین چیز نشر کرد، همین چیز مثلا لایک مون ثواب میگیرد، مالی چه برای اینکه مثلا راحت است. یعنی که چیزی که نشر کرد و نه با دینش ضرر داره، ما دنیا ضرر داره مثلا. خب اما وقتی که انسان اصلا رو نشر میکنه که در دنیای خودش مثلا
احتمال است که اکثر رفیقاش هم مسخرش میکنن و آخرت خودش به اون چیز میسازد. یعنی که برای در آخرت درد سر ایجاد میکنه و چه خیلی گفتیم سیئه جاریه شدنش ممکن است. یعنی که فرشته همه کار ما رو چی از حاضر و ناظر از الله تعالی در قرآن. اینه که این کلمه رو الله گفت برای اینکه ما رو یعنی تهدید کند که هی هوشیار شو، تو هر حرکتی میکنی، هر سکناتی میکنی، هر کاری معقول و نامعقول میکنی، فرشته هم اونجا چند حاضرند و مینویسن اعمال تو رو. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هیچ چیز گفتی اونجا نوشته میشه. هر چی گفتی از تو نوشته میشه، هر چی کردی نوشته میشه در نسبت تو. یا همون چیزی که از دهان تو برآمد یا فایده یا زیدی تو است، یا همون چیزی که انگشتان تو پخش میکند، همون بگیم که تگمه هایی که در اینترنت هست، یا بر ضد خودت استفاده میشه یا بر فایده خودت استفاده میشه. این خود انسان قرار میده. تو هیچ کس مجبور نمیکنه که این زیر کن یا این زیر نکن، بلکه خودت به خواهش خودت به همین چلیکای خودت میروی اون چیزها رو زیر میکنی که در آخرت خودت باید جوابش پیش الله تعالی. یعنی کسی رو برادران مجبور کرده نمیتواند به یگون کار. لیکن انسان باید دونه که عاقبت کار خودش رو تحمل کند، عاقبت گفته‌های خودش رو تحمل کند، عاقبت کرده های انگشتان و دستان خودش رو باید تحمل کند. میگه خب شریعت همه خیلی برادران. خب در حقیقت برادران این تفسیرهایی که ما مثلا آورده ایستادیم از علما و حکمای امت، از بزرگان امت، فقط برای چی؟ برای خاطر اون که اولا با قرآن بسیارتر آشنا شویم، دوم یعنی که در دل خود یک امید نسبت الله تعالی، امید برای آینده خود، امید برای دنیای نیک خود، امید برای آخرت خود در دل ما یک شعله پیدا شود. مثلا الله تعالی میگه که لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. برادران این آیت در سوره طلاق اومده است که در جزء 28 همین پاره 28 است که الله تعالی در اینجا میگه که لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. میخوام که همون ترجمه مختصری همین آیات رو برای شما خوانم. میگه که آیات در آخر آیات این است که میگه که تو نمیدانی که شاید الله بعد از اون رخ داد در قلبت نسبت به مثلا خیلی اون چی به تو رخ داد از نو زندگی مشترکتون رو برقرار گرداند. که چی میشود بعد از این کاری تو این چیز نمیدونی. یعنی که الله تعالی این اصلا درباره طلاق است، سوره طلاق گفتیم در چیز، لیکن اینجا الله تعالی میگه که لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك. تو نمیدونی، گفت شاید که آینده الله تعالی برای تو دیگر چیزها رو شاید که نصیب میکنه، یعنی که دیگر چیز خوبه برای تو نصیب میشد. از این جدا شدن ممکن خوبی هست برای تو. خب یعنی که معنیش چی هست؟ یعنی که شاید که انسان اصلا بد پیندارد، شاید که انسان از یکون چیز میترسد، از اون چیز دست کشیدنش، لیکن یا برای انسان یک تنگی میشود که فکر میکرد دیگه از اون تنگی مخرج نیست. یک یا بار از طرف الله تعالی کشایش میبره بالی کار انسان. خب مثلا بین مثال آورده است که مثال میگه هاجر علیه السلام وقتی که ابراهیم علیه السلام هاجر در همون مکه تنها گذاشته رفت، هاجر یک کودکی چی میگن کودکی سری دستی داشت، ولی ابراهیم سری دستی بود، بچه شیرمکی بود در دستی بود. خب همونجا گذاشت شاید که آب میکفت این طرف بره و همون مثلا اونایی که حج میره عمره میره همون صفا و مروه چی میکنه سعی میکنن، مثلا از صفا و مروه، از مروه به صفا و مروه، صفا و مروه صفا هم خیلی. یعنی که شاید گمان نمیکرد که حاضر اینجا برای کشایش میشود که و کشایش تو حال مثلا تاثیرش مثلا هست در بشریت. خب یعنی که رفت از خدای تعالی وقتی که این بین صفا و مروه رفت آمد میکرد برای خاطر یک قطره آب پیدا کردن زیر پای و یک آب برارد که به نام چی است؟ زمزم است. فقط وای نمی نشد و آب هزارها سال است که میلیون ها صده ها میلیون انسان وای آب تناول کرده است و تا حال نوشیده ایستاده است. خب یعنی ببینید که الله تعالی در یک میجه زدن حالت هاجر را به چی آورده رساند و خودی مثال همون آبی که هاجر برآمد استفاده برد تا حال را دوام داره. خب
بعد ابن القیم میگه که هر یکی از ما میگه به یه حالت گرفتار شده است که فکر است که تمام دیگه بعد این دیگه پیشروی نیست، دیگر بعد این من مردم، دیگر بعد این من دیگه زندگیم خوب نمیشد. لیکن الله تعالی چنون برای تو کشایش میده، چنون برای تو آسانی میارد که دیگر وای چیز برای تو خود افسانه میشد برای گذشته. یعنی همون گذشته بدی که تو فکر میکردی و غم میکردی و براش غصه میخوردی، مثل میگه افسانه میشه برای تو. خب برای میگن که انتظاری کشیدن کشایشی کار، یعنی که این هم یک چیز است، بزرگترین عبادت است. آیت دیگری که میخواهیم در اطرافش صحبت کنیم این آیت سوره یوسف است که الله تعالی میگه از زبان یوسف میگه که اذ قال یوسف لابیه یا ابتی اینی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. خب میگه به یاد داره محمد علیه السلام وقتی که یوسف به پدرش گفت، کلمه پدرش یعنی که خط کشه زیرش، پدر جان گفت من خواب دیدم 11 میگه ستاره رو خواب دیدم و آفتاب و مهتاب رو دیدم که به من سجده میکنن. خب این قصه مشهور است، مثلا قصه یوسف علیه السلام. اکنون اینجا گفتم خط کش زیر کلمه پدر، برای که خدای تعالی گفت که یوسف به پدرش گفت این خواب خودش رو. معناش چی است؟ انسان باید سر خودش رو کجا میگذارد داند. برای هر جندی و غندی و برای هر کس و ناکس نباید که آدم سر خودش رو گوید. ولی هر یک انسان صاحب سر انسان شده نمیتواند. اینه که باید انسان باشه که امین باشه، باورناک باشد. و معناش نیست که با هر چیز برای هر کس گفته نمیشود. خب هر شخص برای خودت انسانی نزدیک مپندار، یعنی گویا که همین از معنی اشاره آیات به همین چیز است. خب یعنی بعضی چیزها رو میگه فقط خدا دانی و خدا داند، یا اینکه همون پدرت، یا اینکه هر شخصی که تو برای خیلی باوری داری و انسان خوب بودنش تو یقین داری. بازم رو تکرار شد مسئله یقین. بهتره با اون قصه زکریا علیه السلام آوریم که اون شب آورده بودیم درباره وی که مثلا مریم چه خیلی میدید و اونجا دیگه یک پیدا کرد و ایمان پیدا کرد و ایمان از این که زیاد شد و گفت که آنچنانی که در مریم گفت میوه های زمستان بهار میتید، میوه های بهاری بر زمستان پیشش میاری، منم که دیگر در زمستان حیات خود قرار دارم که در پیری برای من فرزند تگو خدای تعالی فرزند داشت. خب یعنی که اگر چقدر فکر کنیم معنیش است که تمامی سبب‌های دنیوی علیه زکریا بود. زکریا پسر میخواست لیکن همه درها بستگی بود برادران. یعنی که موسفیدی بود که استخواناش دیگر ضعیف شده بودن، موسفیدی بود که سرش خیلی خودش گفت سرم سفید شد، زن گفت زنی نازو هست. خب اگجا گفت برای من فرزند بشود اینقدر، یعنی که اگجا، یعنی که مقصودی که همه درها برای پشتگی است. لیکن زکریا یقین داشت، میدونست که خدای توانایی هست که هر وقت شخص میگه در دل خودش فقط نسبتی به هم خدای تعالی محبت پیدا کند، با وای گریه کند، با وای ناله کند، از وای زاری کند، وای چیز الله تعالی برای انسان عطا میکنه. گرچه که سبب‌های اگر دنیوی به نظر انسان سبب‌های دنیوی مانعی این چیز هست، لیکن این دعای و این نیایش که انسان میکند، چون که خیلی گفتیم الله تعالی همون ذاتی است که قدر همون ساخته است، نه که قدر بالای الله تعالی ظاهری کنه. گفته در گذشته گفته بودیم. خب یعنی اگر کسی به خدا به یقین روبرو شود، الله تعالی برای وی معجزه ها میدهد. چه خیلی که برای زکریا داد، یعنی که چند 90 سالش فرزند داشت. یعنی که یقین خیلی ضرور است. برای شما این چیز میگم، یعنی که این چیز باید جدی قبول کنید. شما برادرایی که شنیده شده جدی. چرا؟ الله تعالی وقتی که در سوره انبیا قصه همین زکریا رو و قصه کی رو نقل میکند، قصه یونس علیه السلام رو نقل میکند، همینجا یک اشاره عجایبی هست برادران. الله تعالی یعنی که این تنها همچون یعنی که یک کرامتی برای اونها معنی داد نمیکند، برای این دو پیامبر بزرگوار خودش، حضرت یونس و حضرت زکریا علیه السلام، بلکه این میگه که این چیز نه تنها برای اونها بلکه برای هر شخصی که انسان مؤمن باشد و هر شخصی که
چی باشد خدا ترس برای این عطا میکنه. میگه ببینید الله تعالی وقتی درباره یونس علیه السلام نقل میکنه گفت که و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. یعنی که ظنون این همون صاحبی ماهی گفت اینجا الله تعالی، یعنی که حوت، صاحبی حوت، یعنی که یونس علیه السلام گفت وقتی که از قوم خودش غضبناک شد و برآمد و رفت و بعد خب ما او رو در ماهی گرفتار کردیم، همونجا دعا کرد گفت که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یعنی که از الله تعالی گفت پرس طلب کرد گفت که خیر خدای من ظلم کردم، من میدونم که خدای پاک هستی. الله تعالی میگه که دامش فاستجبنا له و نجیناه من الغم، ما اجابت کردیم این پیغمبر و او را از این غم و غصه بیرون کشیدیم. میگه الله تعالی بعد میگه که و کذالک ننجی المؤمنین، و همین طور مؤمنان رو نیز نجات بدهیم. یعنی که برادر اگر مؤمن یقین کند، مؤمن به خدا توجه کند، الله تعالی برای وی شده قانون طبیعت رو تغییر بدهد، برای وی معجزه های می آفرد خدا تعالی. یا اینکه به اصطلاح یعنی که اگر معجزه برای پیغمبران باشد، برای انسان عادی الله تعالی چی کرامت می آفرد برادر، کرامت می دهد. خب یا اینکه اینجا درباره وقتی که حضرت زکریا هم الله تعالی گپ زد گفت که فاستجبنا له و وهبنا له یحیی و اصلحنا له زوجه. خب بعد الله تعالی گفت که ما یحیی دعاش اجابت کردیم، برای زکریا برای یحیی عطا کردیم میگه الله تعالی. و بعد میگه که هر شخصی که دیگر به سوی نیکی توجه میکند، به سوی خوبی، به سوی خیرات توجه میکند و ما را دعا میکند، ترسیده و لرزیده و ما امیدوار شده دعا میکند، ما گفت الله تعالی دعای او را قبول میکنیم. یعنی که او را هم خیلی به حال خودش نمیگذاریم. یعنی که عباره و کذالک ننجی المؤمنین، یعنی که خیلی عباره امیدوار کننده برای هر یک بنده مؤمن است که نباید که بنده مؤمن، خصوصا مثلا خواهرایی که مثلا فرزند ندارن یا برادرایی که فرزند ندارن، نباید ناامید شد. زکریا مثال زنده است برای ما، الله تعالی در این سن و سال داد. یعنی که دعا برای انسان معجزه میسازد، در حقیقت معجزه میسازد برای انسان. خب یک آیت از در سوره قد سمع الله، آیت میگه که فافسحوا یفسح الله لكم، یعنی شما جای وسیع کنید، جای کشایید، الله تعالی برای شما جای زیاد اون که جای وسیع عطا میکنه. یعنی ظاهرا اصلا این درباره همون نماز جمعه وقتی مردم در چی میامدن در چیزا مجلس های علمی که در نماز جمعه مقصد گفت که جای وسیع گرفته نشید، بلکه برای برادر خودتون جای کشاییتون که اونها هم بیان جا شوند در اونجا. یعنی که خود معناش این است که این یک چیز عام هست، یک چیزی عام هست به معنای اون که و هر شخصی که برای آدمی که گویم که زندگی مثلا کمرش شکسته است، فقری کمر شکنی دارد، زندگی وزنی دارد و از شما کمک میخواهد، وقتی شما رو کمک کردید الله تعالی برای اینکه زندگی وی رو وسیع کردید، شما زندگی شما رو وسیع تر میکند. یعنی ریسک و سبب وسیع شوی شدید، الله تعالی زندگی شما رو نیز همین خیلی وسیع میکند. و هر شخصی که دلی شخص رو میبردارد الله تعالی دلی وی میبردارد، و هر شخصی که دل را خوشبخت میکند و سعادت میاندازه الله تعالی در دلی وی همین خیلی سعادت میاندازه. یعنی که معنی آیت همین خیلی است. خب این چیزا با اون به اصطلاح قیاس کرده میشه. هر کی برای یک آدم سبوکی آورد در مصیبتش، الله تعالی برای وی سبوکی های زیادی میبخشد. هر شخصی که گویا که یک اشک چشم کسی رو پاک کرد، به معنی اینکه باید دستیاری درست کرد، الله تعالی اشک چشم او رو پاک خواهد کرد. چون که کسی کریمتر، سخاوتمندتر و وفادارتر از الله تعالی برای بنده هاش وجود ندارد. هر نیکی میکنی تو رو چه میکند برادر؟ از بدی های زیاد نگه میدارد. خب آیت از سوره مریم برادر، شاید که حاضر ما وقتی آیت خوانم اکثر شما میفهمه این کلمه را، چون که تقریبا کلمه های قمش تاجیکی است. و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، و همه اونها آینده هستند یا
روز قیامت می آیند در حالی که فرد و تک و تنها هستند. خب یعنی که خدا تک و تنها مولی که جمع کردی همراه خدا نمی شود. منصبی که تو اینقدر مثلا بوای می باختی خودت خرسند میکردی و مشغولیت با اون داشتی همراهت نیست. اویلی کلانی که مثلا تو رو حمایه میکرد و در زیر حمایه امید رو آمدی و با اون فخر میکردی وجود ندارد. تو و عملت تک و تنها، تو و اون عملهایی که کردی، چه عملهای نیک باشد چه عملهای بد. بنابراین وقتی که سلطان سلیمان قانونی رحمت الله علیه در بستر مرگ قرار داشت گفت که اگر من مردم، وقتی مردم گفت همین دست من از تابوت بیرون کنه، گفت تا اینکه مردم دونن که این سلطان دنیا، سلطانی که نصف دنیا در اطاعت وی بود، سلطان سلیمان بزرگترین خلیفه عثمانی بود، تا اینکه مردم دونن که خلیفه بزرگترین عثمانی از دنیا به دست خالی رفت. یعنی تصور کنید که خودش خیلی در وقتی که پادشاه فرانسه یا که اسپانیا دعوای چی میکند زوری میکند و بالی مسلمان وقتی ظلم میکند یا نامه مینویسه برای میگه که من میگه سلطان 3 اقلیم هستم، من سلطان بحر میان زمین، من سلطان بحر سرخ، من سلطان خلیج فارس، من سلطان فلانجا، من سلطان بحر هند، این و آن، که من سلطان کرمان و من سلطان ترابزان و من سلطان عربستان و مصر و شام و فلسطین و یمن و همه خیلی مینویسن که نیمی نامه مقصد به اون نامهایی که مثلا زیر اطاعتش بود. لیکن با وجود اینقدر بزرگی و عظمتی که این سلطان داشت، وقتی مردنش گفت که دست من بیرون کنه که تا اینکه مردم بینن که من از این دنیا باید دستی خالی و دستی فارغ رفته ایستادم. یعنی که این معناش چی است برادران؟ انسان باید برای دنیاش عمل کند لیکن آخرت چه فراموش نکنه. با که نیست که انسان برای دنیا عمل کند، خانه سازد، ماشین خرد، لباسای خوب باشد، ماشینای خوب، زندگی خوب گذارند، لیکن آخرت خودش فراموش نکند و آخرت برای در درجه اول قرار دهد. خب خانه زیبا کند لیکن قبرش فراموش نکند. چه خیلی خانه رو زیبا میکنه، قبرم باید زیبا کنه. یعنی که قبر زیبا کردن برادر به چی میشه؟ به همه عمل ها میشه. چون که در قبر انسان نگاه مونسی ندارد جز همه عمل های نیکی که آمدگی است. چه خیلی در حدیث میگن وقتی که انسان در حدیث جابر آمده است وقتی در قبر گذاشته میشود، بعد اینکه خاک میپوشن بالا انسان و آدم‌ها دیگر چند قدم از قبر دور میشوند، بعد منکر و نکیر میآید و اینا، اونجا بعد همون عملی نیک انسان پیدا میشه، عملی بدش. وقتی که عملی نیک پیدا شد انسان میبینه حیران میشه، میگه تو کی هستی؟ اینقدر زیبا هستی، اینقدر دلنشین هستی. خب در صورت انسان زیبا میآید و میگه که انا عملک الصالح، انا عملک الصالح، من عملهای نیک تو هستم، من عملهای نیک تو هستم. میگه یعنی که عملهای نیک تو هستم به این معنی که همین اونچه که در دنیا میگه. بعد از اونجا برای چک شده میشد، یک شکافی از بهشت شده میشد و دیگر تا قیامت از اون خوشبویی های و از اون راحتی که در اونجا هست راحت میکنه انسان در قبرش. بنابراین اونجا کسی چیز دستگیری کننده نیست مگر همون عملهای نیکی که انسان میکند دستگیری همون میشود. خب یادتون باشد دیروز ما درباره یک آیت صحبت کردیم، گفتیم که الله تعالی میگه که و قلیل من عبادی الشکور، و کم بنده های شکرگزار هستند. آیت امروز میگه که قلیلا ما تشکرون، کمی شما شکر میگید، کمی از شما شکرگو هست. نقل میکنن که یکی از صالحان برادرها انسانی بود که سرش کل بود، بدنش پیس شده بود، چشماش کور شده بود، دست پاش شل بود. خب فقط میگفت است که با وجود اینکه اینقدر بین بالاش بلاها هستن، میگفت است که الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من الناس ابتلي به كثير من الناس. میگفت که خدا رو شکر میکنم که مرا عافیت داد، خدا مرا عافیت داد از اون چی که بعضی بندای خودش با اون گرفتار کرده است. خب یک مرد گذشت میگه از پیش همین، به خود وقتی اینکه شنید از اون مرد گفت که این مرد گفت کور،
پس، کل، شل، این درباره کدام عافیت گپ میزنی؟ درباره کدام خاطر جمعی گپ میزنی تو گفت؟ خب بعد مرک چی گفت در جواب؟ اینه که همین انسانی که انسان نیک بوده لیکن مبتلا به همین کسلی ها بودن که کل شل بود و مثلا در پیسیگری داشت و گفت که ویحک یا رجل لقد جعل لی لسانا ذاکرا، خدای تعالی برای من چی داد؟ زبانی ذاکر داد، زبانی داد که ذکر میکند و قلب شکر کننده داد و جسدی داد که بر بلا صبر میکند. خب من گفت تأسف میکنم که بسیار مردم فکر میکنن که فقط مال نعمت است، فقط پولداری و ثروت نعمت است که آدم باید شکر کند. لیکن گفت شکری چشم را که با اون میبینن فراموش میکنن. خب که و شکری دستی که با اون میقپند و با اون عطا میکنن در دنیا مثلا شال شاید آدم چی شکری فراموش میکند، پایی که با میرود شکرش فراموش میکند. لیکن یا رب میگه لک الحمد، خدای به تو حمد بگم. یعنی ببینید انسان هیچی ندارد، فقط زبان داره که با اون خدا رو شکر میگه، قلب داره که با اون خدا رو شکر میگه و صبر میکنه به داده های خدا. خلاصه برای این آدم گفت که من اقل همیشه دارم که خدا رو شکر میکنم. یعنی اگر من در بالای به همین اصطلاح گویم که شل بودن و کل بودن و انسان بی حرکت بودن و به این پوستی مثلا پیسی داشتن و این آن، اگر با دلی زبان ذاکر نمی داشتم و دلی صابر نمی داشتم، وای بر حال من میشد گفت. خب یعنی که با این قصه چی گفتنیم که یعنی انسان باید از این عبرت گیرد برای خودش که چی قدر نعمت هایی است که پرواش ندارد. نعمت چشمش، نعمت گوشش، نعمت پوستی زیبا، نعمت چهره زیبایی که خدای تعالی داده است، نعمت دستی نیرومند، پای نیرومندی که برای انسان داده است که با این دست نیرومند ریسک خودش کسب میکند، با این پای خودش میرد که ریسک خودش کسب میکند. خب همه این نعمت است، لیکن بسی به اون که هر روز برای انسان تکرار میشود، انسان چی قدرش نمیداند. هر روز با چشم خودش که وای دیدن یک چیز عادی، یک نعمت عادی تبدیل یافته است برای وای. مثلا برای انسانی که گوییم که برای چی در قرآن مثلا به صورت درباره تفکر گپ میزنه، فکر کنه، میگه آفتاب فکر کنه، مهتاب آسمان ها رو. خب چون که انسان وقتی دیدن گیرد دلش میشنه چیزی که چیز عادی بار میشد. یعنی که اگر یک روز مثلا فرضاً گیریم که همین مهتاب نیست شد مثلا یک روز، یا اینکه فرضاً گیریم آفتاب نیست شد، یا اینکه یگان بود نعمتایی که الله تعالی گفته از نابود شد، مثلا چی میشه با انسان حالش؟ یعنی بعد در اون حالا انسان درک میکنه این چیز. مثلا خدای تعالی یک روز تمام دنیا رو مثلا بی آب کرد، بعد در اون حالت میگه انسان ها که ما فهمیدم آب که مثلا با قدرش نمیدونستم، این خیلی ضرور بود است برای ما. خب بنابراین یعنی که بسیار دیدن، بسیار مشغول شدن انسان از نعمت فراموش نکناند، انسان از خدای خودش چی فراموش نکناند. خب مثل انسانای غافل نشیم. بنابراین قرآن مثلا تکرار و تکرار در اطراف این مسائل صحبت میکنه که ما چی نشیم؟ غافل از این مسائل نشیم. یعنی که بین طریقت آیات های قرآن وقتی این خیلی میبینیم برادرها عجایب است. میگه که پسر نوح علیه السلام گفت که قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، من گفت در چیزه در کوه گفت خودم میزنم، در کوه مثلا میبرم این طوفانی که شما رو غرق کرده است من غرق کردم، چون که کوه گفت خیلی بلند است که طوفان با اون نمیرسد. بعد نوح علیه السلام گفت که لا عاصم اليوم من امر الله، امروز همه خیلی روز است که فرمان خدا اومده که از هیچی در این دنیا گفت سالم نمیمونه، گفت غیر از اون چی که امر خدا با اون رفته باشد. گفت بیا با ما سوار شو. بچه که پدرش گوش نکرد، بعد یعنی که غرق شد بچه، یعنی که همون کنعان پسر نوح علیه السلام. ببینید در خانه پیامبر تربیت یافته بود، وای بچه پیغمبر بود. خب لیکن بچه پیغمبر بود، سرکشی کرد، در طوفان عذاب غرق شد. برعکس موسی علیه السلام که چی بود؟ انسان بود که در خانه فرعون تربیت یافت، لیکن الله تعالی وی چه کرد؟ از غرق شدن نجات داد و
به وای عصای داد که وای عصا بحر دو بگوییم که پارچه کرد و از اون وای گذشته رفت. خب و معناش این است که کجا زندگی میکنی مهم نیست، پسری کی هستی مهم نیست، بلکه چگونه زندگی میکنی مهم است. خب بار دیگر کجا زندگی میکنی مهم نیست، پسری کی هستی مهم نیست، مهم این است که چی خیلی زندگی میکنی. چون که بالا برای ما نمونه داد، گفت که پسر نوح بین در خانه پیغمبر تربیت یافت، بی آداب و بی اخلاق شد، خدا وی غرق کرد. برعکس مثلا موسی علیه السلام که در خانه فرعون ظالم ترین انسانی که دعوای خداگو میکرد تربیت یافت، لیکن خدای تعالی برای یک عصای عطا کرد که توسط اون عصایش موسی علیه السلام بحر دو تقسیم کرد، از اونجا گذشته برفت. خب یعنی که معنای برادر خلاص کرد گویم اگر کار سرش مهم نیست، آخری کارت مهم است. سری کار برادر بله، سری کاری پسر نوح چی بود؟ تربیت در خانه پیغمبر بود. سری کاری موسی علیه السلام تربیت در خانه دشمن خدا بود. لیکن آخری کاری پسر نوح چی شد؟ غرق شدن در طوفان، غرق شدن با اون گناههای خودش، غرق شدن در کفر است. اما موسی که در خانه فرعون تربیت می‌خورد در اول، در آخر چی شد؟ پیغمبرش که با عصای خودش یعنی که بحر دو پارچه کرد. خلاصه آخری کاری صاحب است. مهم بدایت نیست، بلکه مهم چی است؟ مهم این آخرت و نهایت کار است برادر. خب می‌بینید که خیلی گفتیم برادر، یا بود که تکرار میکنیم، مهم این کجا زندگی کردن نیست، مهم چی است؟ چگونه زندگی کردن. کجا نه، بلکه چگونه زندگی کردن است. همچنین مثلا میبینیم که همین چیز از عیسی علیه السلام دست که عیسی علیه السلام میگن که وجعلنی مبارکا اینا ما کنت، و الله تعالی ما رو مبارک گردون در کجایی نباشم، من با برکه گردونید. یعنی باز همون قاعده، مهم نیست که کجا باشی، مهم این است که چگونه باشی. بینه گفت که وجعلنی مبارکا اینا ما کنت، من کجایی نباشم الله تعالی برای من چی؟ همون برکات رو عطا فرموده است. چون که معدن اصیل، انسان اصیل چی وای رو هیچ چیز تغییر داده نمیتونه. خب مثلا بوهیگری و منصب و دیپلم ها میگه وای هیچ وقت مغرور نمیکنه، و همون انسان متواضع، انسان خاکسار میمونه. لیکن انسان خبیث باشد چی وای خبیث میموند، گرچه که وای انسان چی باشد، همون پتینگه تازه کنه که یک وزیرم باشه، پتینگه یک آدم منصبدارم که باشد، و انسان خبیث میمونه. مثلا بینه وقتی که یوسف علیه السلام داخل زندان شد، مردم چی گفتن؟ این نراک من المحسنین، ما تو را از جمله محسنین میافتیم، ما تو را انسان محسن میافتیم، آدم نیک کنه که دریافت کرده، میگه یوسف علیه السلام. خب این چنین عیناً همین شکل بینه وقتی که هم بالای کرسی ملک نشست و در مثال پادشاهی میز شد، یا اینکه سروزیری میز شد یوسف علیه السلام، با مردم گفت که این نراک من المحسنین، ما تو را از جمله نیکوکار و محسن ببینیم. ببینه در دو حالت، هم در زندان هم گپ زدن، هم بعد اون که صاحب وزارت شد با هم گپ زدن. چون که انسان نیک در دو حالت تغییر نمی‌یابد، اما انسانیگریش نگاه می‌داره، آدمیگری خودش نگاه می‌داره. خود در زندان باشه، خود در آزادی باشه، خود انسانی بی وظیفه باشه، خود انسانی بلندترین منصب رو داشته باشه. خب یعنی که انسانی نبیل باقی میگذاره برادر عزیز. خب یعنی که امروز مثلا مثال های زیادی دارم برادر اینجا به همین، یعنی که یقین انسان و با یعنی که بین با مثال امروز ما ابراهیم علیه السلام و ساره زن ابراهیم علیه السلام است. یعنی که وقتی که الله تعالی با قوم لوط عذاب خودش میفرستاد و فرشته های الله تعالی آمده بودن برادر، اونجا آمدن برای اونها ابراهیم علیه السلام دول نمیدونست که فرشته است، یعنی که به صورت انسان آمده بودن، یا به صورت جوانای زیبا آمده بودن، نمیدونست که فرشته اند. آوردن یک گوشت آوردن برای اونها، گوشت بریان پیشکش کردن که نخورده شدن و حیران شدن که چون نمیخورد اینا.
گفتن که چرا نمیخری شما؟ ترسیدن مقصد ابراهیم علیه السلام که چون که در اون وقت این عادت بود که اگر مهمان بیاد و خانه طعام نخورد مثلا قصد کشتن نداشت. گفتن شاید اینو من دشمنی داشته باشد چون نخوری صورت. خلاصا گفتن که ما فرشته های خدا هستیم برای خاطر عذاب دادن همون قوم لوط آمده شدیم. خیلی اینجا در آمدیم سری راه مقصد تو یک دیدیم. بعد که ساره علیه السلام پشت در میستاد وقتی اینو شنید حیران شد. گفتن که ما با تو بشارت پسر میدیم. گفتن خب اینجا بشارت پسر معنیش که به اسحاق علیه السلام، یعنی که اسحاق پدر یهودا مثلا، خب پدر یعقوب علیه السلام. ساره اونجا میگه فسکت وجهها روش به زد روی خودش با، یعنی که یه شپلاق نه وقتی تو این وقتی تعجب کند که میگه خیلی بزنم خیلی که گفت زد و گفت که فسکت وجهها و قالت عجوز عقیم. اونجا وقتی به بشارت دادن ابراهیم علیه السلام از 100 گذشته بود، خود ساره میگه 90 ساله بود. ببینید خیلی انسان همیشه مثلا عیبی دیگه کسی میگه تو عیب خودش میپنهان میکنه کو. وقتی گفتن که شما فرزنددار میشه به ابراهیم، ساره خودش که از زن از مثلا 90 ساله از دیگر بوی زایدنش نیست. این گفت این موسفیدی گفت چند ساله از دیگه موسفید نازا از این مثلا از این فرزند نمیشه، یعنی که خب خیلی میشه گفته خودش زله که در حالی که از خودش بیخبر شد و زنک، یعنی که عیب گفت که به ابراهیم علیه السلام پرتاف اونجا. خلاصه ببینیم که اینجا فرشته ها به اسحاق علیه السلام بشارت دادن. روش بزد حیران شد، گفت که چه خیلی گفت یک انسان نازای انسانی که نمیزاید عقیم فرزنددار میشه. لیکن من گفت دختری جوان بودم، دختری زیبا بودم، وقت سندی زایمان بود، لیکن من تولد نکردم گفت در جوانیم. خیلی نمیشه که من در پیری تولد کردم. اینه که خب با اینجا الله تعالی و گفت که این که خواست که نشان دهد که چه خیلی الله تعالی آرزوهای انسان رو برآورده میکند. بنابراین انسان باید که به خدای خودش چه کند؟ باور کند. خب چون که خدا وقتی به تو نیکی خواست همون نیکیه به سوی تو میبره، گرچه که بالای دشمنی تو سوار کرده برده. یعنی گاهی میشه که نیکی به دست دشمنت به تو میاره خدای تعالی. نیکی های دنیا رو الله تعالی شما کند به دست دشمنت در شاید میبره برای تو. به دست اون انسانی که نمیخواد تو پیشرو شوی برای تو چی میکنه؟ همین چیز عطا میکنه الله تعالی. یعنی که وقتی الله تعالی مثلا خواهد اراده کند و تو هم اخلاص و یقین داشته باشی. یعنی خب بین همین چند قصه که امروز گفتم، چند آیاتایی که در اطراف صحبت کردیم و بعضی حکمتاش از زبان علما بیان کردیم برای شما. یعنی که بین برادر ما همچون یک انسان هست که نقل میکنیم برای شما این چیزا رو. نقل یعنی قول عالم برای شما نقل کرده ایستادیم، اون چیزی که اونها استنباط کردن برای شما گفته ایستادیم. باز میگم که ما اینقدر دعوای عالمی نداریم، مثلا فقط اون چیزی که میخونیم، مثلا میخونیم که برای با شما یک جای هم چیزی یک جای بینیم، یک جای شنویم، یک جای استفاده بریم برادر عزیز. چون که از این چیزا اولش هست که استفاده میره خود خودم هستم. این صحبتایی که میشه اصلا برای خاطر چی؟ خدامون نصیحت کردن است. اما بین وقتی جمعه هم مثلا امام خطیب جمعه میکنند میگه که اوصیکم و نفسی بتقوا الله، من میگه شما رو و خودم رو به تقوا دعوت میکنم. همین چیزا مقصدش چی هست؟ که اول اصلاح خودم است، بعد کمک اصلاح شوی برای دیگر برادرها هست. خب به همین قدر اکتفا میکنیم برادر عزیز. الله تعالی ما را از جمله انسان یقین کننده گرداند. ساره دیدیم، ابراهیم دیدیم، اینجا قصه زکریا دیدیم که همش در اطراف چی برادرها؟ یقین تاب میخوره. الی الله تعالی ما را از جمله چی کنه بندگان گرداند که یقین دارن. چون که یقین بین چه معجزه ها، چه کرامت ها برای انسان عطا میفرماید برادرها. اینجا برادر پرسید که از کجا؟ ما از استراوشن برادر. خب اینجا ببینیم که اون چیه نیست برادرها، سوال نیست، فقط سلام علیک، دعاهای نیک درباره یکدیگرمون. خب اینجا یک خواهر گفتن که حضرت آدم علیه السلام در وقت پیدا شدنشون الله رو دیدند. درباره این چیز خواهر عزیز یکم معلوماتی نیست که خدا رو دیدن یا ندیدن. ظاهرا اگر گریم به ظاهر آیات قرآن آدم علیه السلام خدا رو دیدگی نیستند. خب چون که الله تعالی میگه که در دنیا، در این حیات دنیا کسی مرا
نخواهد دید. فقط صدا شنیده هستند. چه خیلی که موسی علیه السلام صدا رو شنیدن و چه خیلی که پیامبر ما علیه السلام شب معراج برآمدن صدا رو شنیدن، همه خیلی صدا شنیده هستند، لیکن به چشم دیدگی نیستند. خدا رو. خب به همین قدر اکتفا میکنم عزیزان بیننده. الله تعالی نگهبان تو باشد. در دعا باشه، فراموش نکنه در دعایی که وقتی سحر میکنه، دعایی که وقت است پیش از افطار، چون که پیامبر گفتن که دو وقت دعایی هست که یعنی برای انسانی روزه اینکه صائم و روزه‌دار وقتی قبولش هست، وقتی سحر هم به برکتش و هم وقتی افطار است. و السلام علیکم و رحمت الله.